مصطفی زمانی برای فیلم شمال از جنوب غربی. بله، به افتخار هم شهاب حسینی، هم رضا عطاران، هم امین حیایی. اونام خیلی عالی بودن. آقای زمانی بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت همه. خب اگه حسن پورشیرازی بود ما نمیرسیم به هیچ کدوم. اجازه میخوام که این جایزه رو مشترکم با حسن پورشیرازی اگر اجازه بدی تقسیم بکنم و امیدوارم که هیئت محترم جشنواره اینو به عنوان سیمرغ مشترک ثبت بکنن. بالاخره دوستان ما هستن.